السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام وعلیکم ورحمة الله. السلام. استاد الله مهربان عمر دراز و برکت. سلامت باشه. بعدم بفرمایید. استاد سوال همین بود که بیرون از موضوع در روسیه مثلا وقتی امتحان گذراندن شهادتنامه رانندگی رو گرفتن امتحان که میگذرونن همه درس رو میگذرونن میسپرن اما همون اینستروکتورها خودشون با قول حسابیان سپیسیال نمیغلطونن تو اینکه پول دهند تا پول ندهند از امتحان نمیگذارونن و همون شهادتنامه رانندگی رو نمیدهند. آیا در همین جا پول دادن همچون پورا حساب میشه؟ اصلا پیامبر صلی الله علیه وسلم لعنت کردند پاره گیرنده پاره دهنده و آن شخصیتی که بین پاره گیر و پاره ده میانه رو هست. و رایش الذی بینهما، رایش یعنی آن آدمی که میانه رو هست، بینهما بین رشوهگیر و رشوهده. این اصل است در شریعت. همه اینها لعنتی هستند، یعنی از لعنت الله، از رحمت الله دور هستند. لعنت الله به همین معنی. این اصل است. باید خوب است که مانند بعضی طایفه از علما متشدد هستند، سختگیر هستند، به همین سخن کفایتی میکردند. همین حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کفایتی میکنن که الله همش لعنت کند، میگن و میایستند. بعضی علما در فتواها میگفتند که اگر برای احقاق حق و ابطال باطل باشد فقط دادنش اجازت میگفتند. لیکن همین فتواها بود که امروز جامعه ما به هلاکت آوری نزدیک کرد. من شاهد آن هستم که گورکا یعنی که پاره گرفتگی هست. رفتیم همراهی یک آدم، گفت که برادرم وفات کردند و مقصد بسیار بیمار بودن، شکمهاشون ورم کردگی بود و باید تیز دفن کنیم که مقصد او قبول ندارد تا بگاهی. اون گورکا گفت که من نمیتونم، یعنی که تا بگاهی بند هستم. خلاصه بعد وقتی که وعده پول و وعده خوراک خوب در سحری و وعده با داد که چند نفر کارگر لازم باشد بگیر، من مزد آنها را هم به تو میدیم، خب تمام بعد ساعت 8 بیارید مرده را. یعنی حتی گورکاها یعنی که الکی راهی پاره‌گیری و پاره را به راه ماندن و از روز تولد در تولد خانه کسی اگر پول ندهد و بیند در کلیدار خواب میرد. از روز تولد شروع شده است تا روز وفات پاره‌گیری، در حج پاره‌گیری، در امامتی امام شدن پاره‌گیری. یعنی که این فتواها بود که امروز ما آورده به همین روز رسانید و همه ما در این حالت از رحمت الله دور شدگی هستیم. همین بیچاره مردمی مظلوم هم لعنتی هست شده، برای آنکه اینا پاره، همین ها اگر پاره ندهند آنها از کجا پاره میخورند؟ بنابراین پاره ندهید و اثبات کنید که شما به همین سوال ها جوابی درست دادید. یعنی یک کاری کنید که اون آدم یعنی که به این پاره طلب کردنشو، یعنی که به هر حال من به همین خلاصه آمدم که باید در دین کمتر استوار ایستادن لازم است، یعنی پاره ندادن به حرکت کنید. در زندان یک برادر بود، به زندانبانها پاره نمیداد، بله عذاب میدادن، محکم میکردن، بعد در آخر در دلاشون زد از این هیچی نمیروید، گفته حتی یگان جنایتشو بینن هم چشم میپوشیدن. یعنی ما پاره داده به همین روزها گرفتار شده. ما مجبور هستیم، اگر حاضر ندهیم حق ما را میگیرد، حقوق ما را پایمال میکند. با همین فتواهای سبک گرنده ها عمل کردیم و امروز دیگه همه کار به پاره شده است. حج رهکی هستند، یا عبادت است مملوی از پاره هست. فلان کار ممکن نیست، برای ممکن شدنش باید پول دهی. همین فتواها به همین درجه مردم آورده رسانید. بنابراین یعنی که آن چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن این است که الله تعالی لعنت کند پاره‌گیر، پاره ده، مابین روی که بین آنها میانه روی میکند. والله تعالی اعلم.